رژیم منحوس ستمشاهی کشور ایران دستخوش دگرگونی‌های اساسی قرار گرفته است. اینجا خوبه. مرسی. ممنون. میشه منو کمک کنین؟ جوش آورده دیگه. از رادیاتشه. جاده ها اینجا رادیات نمیذارن به ماشین. حالا امروز که نمیشه، بذارش اینجا سر فرصت بهش میرسم. گوش کن آقا. من باید به مرز برسم تو شب. بیشتر پول میدم. برا پولش نیست. کار نمیکنم من امروز. چرا؟ خستگی. حالا شما برای یه چرخی بزن ببینم چی میشه. اون گرد که منو به مرز برسونه. ملتفتم. میخوای رد بشی بری؟ باشه. راش میندازم برات اگه بشه. این دور برو. قفه خونی نیست. چرا اون بالا یه جایی هست. ممنون. Speak English. Speak English. I must talk fast. There are things in this village you do not know about. They cannot get away with this. These devils. ببخشش آقا. حال خوشی نداره بیچاره. سری جد آبادته. خانم خوبیت نداره اینجا با غریبه صحبت میکنی. برو جانم. برو. آقا خوش آمدی به کوپایه. بنده ابراهیم کت خدا آینده هستم.
ایشون هم شیخ حسن پیش نماز ماست. بفرما صبحانه در خدمتت باشیم. وظیفه بنده ایجاب میکنه هر غریبی که به ده میاد استقبال کنم. خوش آمد. ممنون. من منتظر تعمیر اتومبیلم هستم و باید به گرام برسم. ببخشید این کار شما چیه که باید در موردش برسید؟ با قلم و کاغذ قدرم. قلم میزنه. حساب داری؟ روزنامه نویس. ببخشید شما لهجه دارید. مال کجایی شما؟ مقیم فرانسه هستم و در روح بایسته به فرانسه. بله فرانسه همونطور که میدونید امام ما آیت الله خمینی مدتی در فرانسه بود و این فرانسوی‌ها خیلی خوب تحویل گرفتن امام. ولی چیزی نخوری که نمیشه آقا بفرما. از ممو نویسیتون ممنونم ولی نه مرسی. اقلا یه چای نبات بخور با ما. برای دل دردت هم خوبه. باشه دفعه دیگه. ممنون. Did anybody see you? وای جانم چی شده؟ من قربونتون برم الهی چیزی نیست. بیا نگاه کن. مهمون فرنگی داریم. میخوام براش چایی درست کنم. شما برین اون تو بازی بکنید. بیا باری کلا دخترای خوب. بیا قربونت برم. بیا فدات شم. برو قربونت برم. همینجا من. همینجا. Forgive them. They have been through so much. Are they yours? They are daughters of my niece, Soraya. I am Zahra. Zara, are you crazy? They think so. And the police beat upon and inviting a stranger and your own. I'm inclined to agree. Sit, please. I will give you some tea. Then you decide who is crazy. Me or them. Smoke. Die Ayatollahs bende
women from smoking. Today I am old. 100 years older than yesterday. But I know right from wrong. What happened here yesterday was wrong. Yesterday. The devil himself visited this town. And Allah, the merciful, know it. God willing, inshallah, you will know it too. Start your machine. Voices of women do not matter in here. I want you to take my voice with you. Why should I listen to you? If, as you say, the voices of women no longer matter anywhere in this country. Hear my story first. You will know why you should listen. There are men in this town who are wild dogs. Their hunt began not long ago with Soraya's husband, Ali. صرفشه که رضایت بده. زنها طبعا لجباز میشن. شما که خانم خودت و ثریا رو بهتر میشن. سلام. یه جوری باید قانعش کنی. انشالله. راه دیگه نره، باید راضی بشه. انشالله. انشالله انشالله میکنی؟ حالا واسه من جانماز آب میکشی؟ حسن، سابقت دستمه. بشکن بزنم برگشت زندان بلا خودم. برای قضات شاه فاسد و ملعون شما محکوم به دزدی، باجگیری و بیناموسی شدین، اما حالا تهدیدم میکنی؟ نه بس. فریاد باشه. ببین، من تو با هم اختلافی نداریم. مسئله ما ثریاست. به زور که نمیشه رازیش کرد. مشکل من نیست. رازیش کن. ببین کی داره میاد. آخوند روحانی ده. بفرمایید. بله. سلام علیکم. ثریا خانم، حالتون خوبه انشالله به مرحمت. علی اینجا نیست. ثریا خانم، من آمدم اینجا با شما صحبت کنم. چه دخترای نازی داری. بچه‌های نازنین. بچه ها اینجا بمونین. ثریا خانم، من به پیشنهاد شوهرتون علی آقا آمدم اینجا. اومده پیش من شکایت میکنه. میگه شما دیگه باهاش حرف نمیزنید، بهش اعتنا نمیکنید. خب هر چی باشه شوهرتونه دیگه. به گردن شما حق و حقوقی داره. همونطور که میدونید شما نمیتونید چیزی رو ازش دریغ. ببخشیدم، شما چه میدونی این 20 سال زندگی ما چی گذشته؟ حتی پسرمو با من دشمن کرده. ثریا خانم، در شهر یه زن جوان دیده، میخواد بگیرتش، اما وسعش نمیرسه خرج 2 زن رو بده. میگه شما این خونه رو بردارید، اساسش هم بردارید،
دخترها هم مال شما. مزرعه رو هم بردارید، هر چی دوست دارید توش بکارید، برداشت کنید، نوش جونتون. اما دیگه خرجی نمیتونه بده. این خونه فسقلی و این زمین سنگلاخ که نمیتونه خرج من و دخترمو بده. سرای خانم، پیشنهادش خیلی باسخاوته. یه موضوع دیگه هست که میخواستم با شما در میون بذارم، ربطی به علی نداره، به هیچ کس مربوط نیست. اجازه میدید من در خدمت شما و این دخترای معصوم شما باشم؟ قابل شما رو ندارم. بنده گاهی این ور اون ور خدمت میرسم، مینشینیم با هم حرف میزنیم، بیشتر با هم آشنا میشیم و به موقعش وقتی لازم شد سرای خانم خطبه مبارک صیغه رو جاری کنیم. همونطور که میدانید در اسلام عزیز صیغه کردن یک زن تنهای مطلقه با 2 بچه. برو گم شو بیرون. یالا. 2 نفر نشستیم داریم با هم دیگه خصوصی صحبت میکنیم. گور کثیفتو از این خونه گم کن. آخوند حسن، شیخ حسن یا هر کوفتی که اسمت هست، وگرنه من تمام این دهو میذارم سرم. خجالتم خوب چیزیه؟ اقلا از اون قرآن مجید خجالت بکش که توی اون دستای نجستت میگیری. زهرا خانم سوء تفاهم شده. به حضرت عباس سرای خانم از ناموس منم محترمتره. من با نیت خیر آمدم اینجا. و جلوی چشاتی گرفته؟ صیغه فاحشه شرعی تو چجوری روت میشه حضرت عباس بزنه به اون کمرت؟ خاک بر سر تو، 3 تا نسل بعد تو. برو گم شو بیرون. یالا. افرید زهر این نیش بالاخره هیکلتو مسموم میکنه و مال تو رو. صبر کنید، میبینید، هر دوتون میبینید. چه خبره تو زندگی تو مگه زن؟ مردی که هنوز میره شهر سراغ زنه خراب. دختری کیه؟ تو ازش تمکین میکنی؟ چیزی رو که میخواد بهش میدی؟ شایع است که تمکین نمیکنی. جواب منو بده. هرچی میخواد میگیره. دیگه چیزی ندارم بدم. طلاق قبول کن. بهش بده. بعد چی؟ صیغه مولا حسن بشم که دخترم از گشنگی نمیرن؟ نه، این کار از من بر نمیاد. این دختری تو شهر کیه؟ مهری. اسمش مهریه. بفرمایید. واسه عقب نگاه نکن. 14 سالشه. چشاشو روشنه. باباش دکتره، پولداره، قرار اعدام بشه. ممنون. علی هم قول داده کمکش کنه. در ازای عروسی با دخترش؟ حتما قول و قرارشون رو گذاشتن. تو از کجا میدونی؟ خودش میگه. برای پسرش قپی میاد که بهش افتخار کنه. علی و مولا حسن از قبل با هم نقشه کشیدن. باید حواسمون رو جمع کنیم. آبروی منو بردی زن.
منم توی خونه خودم. چرا این ملایده واسه من حیثیت باقی نذاشتی؟ منم مسخره و مسکه همه کردی. آخه به چه جرأتی؟ به چه جرأتی؟ خفش کنیم بچه رو. امروز ملا حسن آمده اینجا با یک پیشنهاد سخاوتمندانه برای طلاق مادرتون. ولی این زن جواب رد داده. سرگیتی که گوش نمیتونه بذاره وسط سفره. چه خرجی نمیدی؟ نمیتونم از برنج گوشت بسازم. ولی مهری همیشه سر سفرش گوشته و خیلی خیلی چیزهای دیگه. هر شب زن بودن و بلده. اسم اون اینجا نیار علی. ما میتونیم بریم شهر. من نزدیک کارم باشم. شما بچه ها میتونیم پاسدار انقلاب بشین. بس کن جلوی بچه ها نه. بابا ما میتونیم با تو بریم؟ البته. تو این ده که واسه شما چیزی بود نره. ولی این زن نمیخواد ببینه شوهرش و بچه‌هاش خوشبخت باشن. چرا نمیذاریم ما بریم؟ فقط پسرا؟ پس دخترامون چی؟ من حاضر نیستم ببینم بچه‌ام از گرسنگی بمیرن. تو نسبت به من وظیفه داری. به عنوان شوهر، به عنوان پدر، شرعاً، قانوناً ما رو نمیتونی ول کنی بری. تازه من چی؟ زنت. اون آخوند عزیزت آمده زنتو بلند کنه. بله. انگار من فاحشه‌ام. آخه تو چه جور شوهری هستی؟ شرفت کجا رفته؟ غیرتت کجا رفته؟ بابا اینطور حرف نزن. باشه اینو تمیزش کن. پاشو اینو تمیزش کن. پاشو. بیست و 25 تومن واسه این غلطی کردی به من بده کاری. اینجا دنیای مرداست. اینه هیچ وقت فراموش نکنی بچه. کجا میری؟ بلند شو بریم. کجا میری؟ بلند شو. تو کجا میری؟ نگاه نکن. به من نگاه میکنی اینجوری؟ ببن اون چشاتو. بودو بچه ها. کدوم قبرستونی میری؟ کجا میری؟ بودو. اگه طلاق میخواد باید هزینه‌شم بده. نمیده. میشناسمش. من با ابراهیم حرف میزنم. از من حرف شنوی داره. بعد مرگ خدا بیامرز شوهرم میخواست منو بگیره. وقتی بچه بودم بابا ننه منو فرستادن پیش ارباب کار کنم که مجبور نشن شکم و منو سیر کنن. اونم همه جور دستمالی میکرد. غیر از دخترگی دیگه هیچی برام باقی نذاشت. خودت که میدونی دیگه نمیذارم اون بلا سرم بیاد. نه سر خودم نه سر دخترام. پس باید حفظشون کنی دیگه. یه کاری نکنی این مردی که تحریک بشه. به تو نمیتونه تعرض بکنه. چه شب اینجا پیش تو بمونی؟ میره دادگاه با عرض حال عدم تمکین برمیگرده. خونه خوب نمیخوابه.
زهرا خانم میشه بیا کمک؟ نه محسن. چیه؟ چی شده؟ رفتم سراغ دکتر، گفتن خودش رفته شهر، نمیدونستم دیگه به کی رو بیارم. باشه اومدم، یه دقیقه باستا. منم میام. نه شنیدی که چه گفتم؟ برو خونه. بفرما هاشم. خدا خیرت بده. خدا خیرت بده زهرا جان. اختیار داریم هاشم آقا، این حرفا چیه؟ برو آقا بابا داشت دست از ماشین، همه ماشین علیه. هاشم آقا ببین باورت میشه؟ محسن جان نه پسرم بشین. زهرا خانم اونجا کار داره، بشین اینجا. مادرت خودش خوش نیست. محسن جان شما اینجا باش، شما همینجا باش پسرم. اینجا بشین. بیا. ماشاءالله خیلی قوی بنیه. وقتی حامله شد 30 سال از ازدواج ما گذشته بود. همه میگفتن نمیتونه بچه بیاره، اما به خواست خدا محسن رو به راه ما آورد. زهرا جان حالش خوب میشه میگی؟ هاشم آقا باید آمادش کنم واسه کفن و دفن، اما آخرت باشه. نه شما که بهتر از من میدونی چشم هیچ کس نباید به زن مرده بیفته، حتی شوهرش. هنوز جنازش رو زمینه و اموالشو دارین غارت میکنین. خجالت بکش. چرا اینه که دیگه به درد اون نمیخوره؟ دیگه چیه؟ آفرین. بسه سرجاش. بعد دیدمش. صاحب داره. شاید هاشم لازمشون داشته باشه. چرخ خیاطی رو. هاشم حتی نمیدونه سوزن چیه. گفتم بذار پایین. زنش مرده، خودش که زنده است. برو پی کارت. زهرا بله. یه دقیقه بیا اینجا. زهرا خانم، هاشم به ما گفت که شما دیشب به ایشون و خانومش کلی خدمت کردین.
دستتون درد. چند روز پیش از این باید میبردینش بیمارستان میخوابوندینش، یکی بعد میبرده شهر. تو علی با اون ماشین کت گنده که یهو گیرت اومده. ولی تو مسافرکشی‌های مهمتری داری نه؟ زهرا خانم شما یه خورده کوتاه بیایید. الان وقت عزاداری. ما نگران هاشم هستیم آیندهش. این جنازه زنش هنوز رو زمینه بابا. منظوری نداشتم. زهرا خانم هاشم نمیتونه یه تنه به همه کارا برسه، غذا بپزه، تمیز بکنه، گلکاری بکنه. محسن این پسر مادر بالا سرش نباشه هرز بار میاد. تو با سریا صحبت کن، ببین میتونه تو کارهای منزل به هاشم کمک کنه. البته بعد از انجام کارهای منزل خودش. بله همه ما اهل دهات باید زیر بال همدیگه رو بگیریم. پایین موضوع شماها بایستی نگاه کنین همه کارا رو سریا بکنه. چون خودتون بهش نمیگین. زهرا خانم سریا از شما بیشتر حرف شنوی میکنه. خب البته اگه یه پول در کار باشه شاید بهتر قبول کنه. ما صحبت کردیم طبعا باید مواجب داشته باشه. بایدم بگیره خوبش هم بگیره، اما این پول مال خودشه ها، فقط مال خود سریا. حالا پس چی؟ البته که مال خودشه. نه برای خرجی خونه، نه بنزین ماشین، نه زنهای تو. هرچی پیرتر میشی دهنت گشادتر میشه. لابد جون میده بسه تو دهنی. درسته؟ تصمیم گرفته شده سریا برای هاشم کار میکنه. زهرا به خدا داری تندروی میکنی. اوضاع مملکت عوض شده. شاه دیگه سر کار نیست ها. چجورم نیست؟ زهرا دوستانه بهت میگم مواظب کلامت باش. به این مردها احترام بگذار. اینها عصبانی بشن دردسر درست میکنن. پاشون راه بیا. این که کار توست ابراهیم، نه من. اما به چه قیمتی؟ فکرشو کردی؟ شما خوب از پسشون برآمدی. خدا خیرت بده. خیلی به شما علاقه داشت. اینو بذار یه جای امن. عزیزم محسن چیکار میکنی بابا؟ بذار بره سریا خانم. همون شام با چی میشه؟ برمیگردی درستش میکنی. دلت شور نزنه. پیشام نمیذارم بهتون. خدا خیرت بده. باشه نسیم جان. بیا بریم بابا. ایشالا مبارکش بود جشن بزرگانه. ایشالا مبارکش بود عرضی شام. نکن تو که میدونی من قلقلکی هستم. چیه بابا من دامن نو لازم نداشتم. نه واسه یکی میدوختی یه پولی گیرت بیاد. هاشم گفت هر کاری میخوای با این پارچه بکن، منم دارم تو تمرین میکنم. بچرخ. هاشم باید خوب تا میکنه. قصه داره ولی مهربونه. خدا عمرش بده.
جون میشینه واسه من نگه داری؟ همین پولیه که تا حالا در آوردم میخوام یه جای امنی باشه. دست اون نامرد نیفته، خیال تخت باشه، جای امنی. باریکلا. آره خیلی قشنگ شد. احساس خانوما شدم. دست درد نکنه، خیلی خوشگله. بچه‌ها دستون درد نکنه، خیلی تمیز شده. بابا کی میریم به شهر؟ به زودی. یه شب پسر. تشکر رئیس. باشه. یه جونم. تشکر رئیس. قربونت. مادر و دخترها اونا چی؟ فکر اون رو نکن. همه چی رو خودم درست میکنم. بیا. سطل بردار. بره خونه. ماشاءالله ماشاءالله، چه پسرایی. باریکلا. من فکر میکنم بین هاشم و سریا یه خبریه. من فکر نمیکنم. سریا همچین زنی به نظر نمیاد. تو از کجا میدونی؟ خونش که کار میکنه. اونم که یه مرد زن مرده تنهاست. اصلا خودت میدونی داری چی میگی؟ مجازات یه زن زناکار سنگساره. اینو میخوای؟ اینجوری خرج و نفقه هم لازم نداره. سریا که داره مواجب میگیره، سر وقت هم که رضایت میده به طلاق، دنبال دردسر میگردی علی. وقتشو ندارم. تو واسه من عادل شدی؟ اگه توی دنیا عدالت وجود میداشت تو رو تا حالا 100 دفعه سنگسارت کرده بودن. چرا داری شلوغش میکنی؟ ابراهیم رو باید راضی کرد. ابراهیم شاهد میخواد. اون سریا رو از بچگی میشناسه. من یک شاهد، تو هم شاهد دوم. من که نمیتونم شاهد باشم که. من و ابراهیم داریم این قضیه رسیدگی میکنیم. یه شاهد دیگه پیدا بکن. پیدا میکنم. ولی اول باید آسیاب رو شاید قوی کرد. دنبالش باش. از این بهتر نمیشه نه. خیلی ناز. بنداز ببینم. سلام عرض کردم زهرا خانم. خیلی مخلصم. این دامن جدید پوشیدی خیلی شبیه پارچه‌ای که خونه هاشم دیدم. آره خودشه. کار زدم واسم دوخته. انگشتر زن هاشمم که گرد تو اومده. هاشم میخواد چه کار؟ مگه اینکه بخواد یه زن جدید بسونه. داری یه دستی میزنی به سریا؟ منظورت چیه؟ خودتو به اون را نزن. یه اون کارت غیبت کردنه. خب زهراست، تو خیلی غیبت میکنی. وقتی یه چیزی نمیدونی دهن تو ببند، انقدر حرف نزن. حالا شاید یه چیزایی هم بدونم. چیزی نیست که بدونی. من میدونم سریا تمکین علی رو نمیکنه. وگرنه چرا باید دور بر زنای دیگه باشه؟ برای اینکه مرد بی‌شرفیه. اونم مثل همه مرد دیگه است. بهش بده بخوره، خوشحاله. وگرنه میره جای دیگه، چیزی که میخواد پیدا میکنه و تقصیرش رو بذاره گردن تو. من سریا رو خوب میشناسم، زن خوب و نجیبیه. حالا تو شوهرشی، تقصیر علی نیست که زنش سرد میزاجه. هیچکی نمیدونه بین زن و شوهر چی میگذره. شما که ماشاءالله خوب میدونی لیل خانم جون. خوشگلی مامان. آره عزیزم خیلی خوشگلن.
مامان میجیم. بذار ببینم. گاو میش؟ گاو نه. ماما فیله؟ مامان. بسته دیگه. باید برگردیم شام درست کنیم. نگاه کن. مثل ها مامان. سوریا؟ ترسوندی منو. زود اومدی خونه. کاری تو دست نداشتم. ماشینی نمیاد از اینجا رد بشه. محسن کجاست؟ خوابیده. زمین خورده پوست زانوش رفت. مادر گریه کرد تا خوابش برد. آره؟ نه چیزی نیست. یه خارش کوچیک. خب کار من تمومه. غذاتون روی اجاقه. چه خوش عطره. آره امروز گوشتش تازه بود. میمانی با هم غذا بخوریم؟ نه دیگه باید برم خونه. البته بله. بعضی وقتا میلم نمیکشه تنهایی غذا بخورم. محسن حالا بیدار میشه. فردا صبح برمیگرد. اگر توقع دارید من به عنوان کت خدا دادگاه تشکیل بدم، شاهد باید معتبر باشه، با مدرک معتبر. رفقای خودتو این خاله زنکای ده که با ثریا چپ افتادن شاهد حساب نمیشن. قانون اسلام حکم میکنه هر شاهدی میتونه قدم جلو بذاره. پس برو مدرک بیار. مدرک نه غیبت. ابراهیم الان نه زهرا کار دارم. من میدونم با اون شوهرش داریم واسش نقشه میکشی. نقشه‌ای در کار نیست. شکایت شده. ابراهیم از حالا دارم بهت هشدار میدم و محاله بذارم به این زن بیچاره کمترین آزاری برسونیم. پوزه بندو باید مثل اینکه به دهن زنها ببندم به جای سگ‌ها. ثریا مادر و زن بهتری پیدا نمیشه، تو همینو خودت خوب میدونی. ولی ما فکر میکنیم که ثریا زیادی خونه هاشم میره. وقتی هم میره زیادی اونجا میمونه. اینجا چه خبره؟ میخوام بدونم. تو کارهایی که بربربودی دخالت نکن. آخه تو چه میفهمی زن؟ باورم نمیشه یه روزی فکر میکردم زن تو بشم. واقعا که ابراهیم تبدیل شدی به جاده صاف کنی دیگران، شدی نوکر، شدی بنده، شدی صیغه اون دیو صفت. ثریا جان اینا واسه نقشه کشیدن. دقیقا نمیدونم نقشهشون چیه ولی هرچی هست بر علیه توست. اینو فهمیدم. فقط مزاحمش هستم. قابل نقشه نیستن. فقط نامریم. ثریا این مردا یه چیزی زیر سر دارن. ابراهیم یه جورایی به من گفت تو باید این کارو ول کنی دیگه، نباید بری خونه باشه. یعنی چی ول کنم؟
این کار تنها امید منه. نه ولش نمیکنم. ولی دیگه نباید بری اونجا. یادت باشه که همون مردا که راجع بهشون حرف میزنیم به من گفتن این کارو بگیرم. کاری رو بهم گفتن کردم. و حالا این کار مال منه. نگرش میدارم. علی ازت شکایت میکنه. همیشه از من شکایت میکنه. تو چی میگی بهش؟ چی؟ اگه چیزی بگم کتکم میزنه. سریا نمیفهمی اینا یه راهی پیدا میکنن بچزوننت. اون آخوند با اون زبونش ما رو از تو سوراخ میکشه بیرون. دیگه بسه. هیچ توطئه‌ای در کار نیست، هیچ جنایتی در کار نیست. فقط یه خاله دارم که زیادی خیالات درش داشته. تو هیچ وقت حواست به کاسه پشت نیم کاسه نیست. عزیزم خود رو بکن. سلام علیکم. سلام علیکم همشهری جان، خوش آمدی. سلام علیکم. علیکم السلام. الله. بندم. خیلی خوش آمدی. آقا هاشم، ما در مورد یک کاری میخوایم رسیدگی بکنیم. این دوست تو علی آقا به ثریا خانومش میاد منزل شما و رفتم بدگمان شده، به خانومش مظنون شده. خب همونطور که مزدستر هستی، من مسئولم در برابر امام که به همه شؤون به احکام مقدس اسلام عزیز در مورد ناموس و شرافت رعایت بشه. این انتظار اسلام از ما. البته توانم یک قاضی شرعی از تهران بفرستند، درخواست کنید، ولی خب در مقامی است که مثل من با تو و این آبادی آشنایی نداره. بخون عزیزم. ما سواد که نداریم. هاشم جان، خیلی وقت با هم رفیقیم، درسته؟ بله. ما رک میگم رفاقتی، مردونه راستشو. زن من خونه تو میخوابه. نه علی آقا، شما خودت بهتر میدانی ثریا خانم هر شب خانه است. این که جواب نشد. منظورم اینه که خونه شما چرتی میزنه خستگیشو درک کنه. و ما از کجا بدانم؟ هاشم راستشو بگو. آخه مگه میشه تو ندونه؟ یا میخوابه یا نمیخوابه. والله منو ببخشین، من انسان ساده هستم، سر در نمیارم. شما با این سوالات به کجا میخواید؟ بشین. نه آقا، نه من با اجازه مرخص میشم. خدا حافظ. محسن آچارده میدی به بابا؟ آچارده نار جعبه آچار. شما درد نکنه. سر شما درد. محسن جان، بابا جان بباسی تو هاشم، ما 2 شاهد لازم داریم. یکیشو داریم. حالا اگه بخوای میتونیم با پسر صحبت کنیم، ببینیم آیا دیده ثریا خونه شما خوابیده باشه. از این بپرسین.
ما از کجا میدونه چی به شما بگه؟ البته که میدونه. محسن جان، بابا جان، تو میدونی ها؟ باریکلا. پای اینا بکشین کنار. علی آقا؟ نمیشه. اگه زن من با تو خوابیده باشه و تو خوشت اومده تو هم شریک جرمی. در شهر اسلامی شرکت در زنا مجازات داره. دادگاه میتونه محاکمه صادر کنه. بعضی مواقع مرد زناکار بغل زن زناکار سنگسار میکنن. این بچه بیچاره بدون پدر بالا سرش، زبونم لال، از دارالمجانین سر در میاره. میتونم ببرمش زندون حالا خودم موضوعش باشم. محسن جان، بابا جان، پسر خوب، ثریا خونه شما چیکار میکنه؟ به دست میزنه؟ بابا حیا کنین شما رو به خدا. این بچه است. ثریا خونه شما دراز میکشه، درسته؟ برای چی این کارو میکنی؟ خوبیت نداره والا. یه زن بیچاره گناه داره، بالاخره خدایی داره اون بالا، میبینه اون خدا همه چی را. آشم بگو ثریا خونه شما میخوابه. من از کجا بدانم؟ و شایدم بخوابه. وقتی با خانه نباشم شاید بخوابه. شاید. من چه میدانم؟ خب یه روز رفتم خانه دیدم دراز کشیده، چرت میزنه. گفت سردرد داره. گفت چی گفت؟ چیزی که یه زن فقط باید به شوهرش بگه؟ چیزی که سابق به من میگفت؟ بفرمون مولا. خدایا منو ببخش. آخه زنه که جنده واسه چی؟ ناموس واسه مرد نمیذارن این تا خجالت نمیذارن آبرو برای شوهر نمیذارن علی پاشو تو چه برمونی؟ همه لایه پاشو زن منه تو رزالتم رو دست خودم زن منه این لیاقت حمایت تو نره این پتیوره به من خیانت کرده شما خجالت نمیکشین اینجا جمع شدین؟ تو خجالت نمیکشی؟ دیگه اصلا با خیلی بوده کی؟ با هاشم خوابیده هاشم؟ خودش اقرار کرده بله همه تو نشستین اینجا میگه ساکت همه تو ساکت باشین ببینم بریم منزل من علی تو من و ثریا بیجا برو سراغ ابراهیم منش دار بیارش تو خونه من ببینم میتونیم موضوع مثل آدم حل پیرزن این به تو چه مربوطه بین من و زنمه این همینه که جلوی مردم کتکش میزنی بریم اگه مهمه بیا خونه من ببینید چی کار میکنن آبرو واسه من نذاشته ناموس بگه نداریم شما احساس میخوام چیزی که نشده حالت خوبه
باز که معرکه گرفتی زهرا؟ چه خبره اینجا؟ این زن به من خیانت کرده با هاشم. شک داشتم، مطمئن شدم، خودم مچشونو گرفتم. صحت داره سریا؟ همچی کاری کردی؟ نه والا به خدا نکردم. تو چرا دروغ میگی؟ همه ده میدونن. هر روز میری خونه هاشم با هاشم بخوابی. دروغ میگه. من شوهر دارم، این چیزا حتی به فکرم نمیرسه. تو میگی بهت خیانت کرده؟ آخه واقعا بگو چی کار کرده؟ حالا هم واسطه بودم با هم دیگه پش میکردن. خودم دیدم دیگه رو دستمونه میکردن که داشت میامد بیرون. خیلی با هم دیگه پش میکردن، خیلی میخندیدن. اینطوره سریا؟ به هاشم گفتم رختاشو میبرم خونه بشورم. وقتی برگشتم شام درست میکنم. بله به هم لبخند زدیم. فرما اینم هاشم، حالا حقیقت معلوم میشه. حرف زدن با مردی که سابکارشه آخه این که گناه نیست. حرف زدن با شوهر دوست آدم که حروم نیست. خنده که خلاف قانون نیست. هاشم وقتی با سریا پچ میکردیم چی میگفتیم به هم؟ پچ نمیکردیم. گفتش لباس ها رو میخواد ببره خانه بشوره، بعد برگرده شام درست بکنه، بعد گفت میخواد چرت بزنه. من اینو نگفتم. وقت چرت زدن ندارم به اون همه کار. هاشم چشمای من نگاه کن، حواست به من باشه. ازت سوال میکنم جواب دقیق میخوام، آره یا نه؟ متوجهی؟ سریا به تو گفت که میخواد اونجا منزل تو دراز بکشه؟ بله گفتش. همیشه دراز میکشه. وقتی خانه ما هست همش میخواد دراز بکشه روی رخت خواب. مشتی ابراهیم حرفایی میگه که یه زن فقط باز به شوهرش بگه. دروغ میگه. وقتی کارم تمام میشه یه دقیقم خونش نمیمونم. درم که همیشه وازه به خدا. تو چرا این کارو میکنی؟ تو چرا این حرفو میزنی؟ من زنتو دوست داشتم، پسرتو نگه میدارم. اینا ازم خواستن برات کار کنم. من کی کار خلافی کردم؟ بیا بشین. بشین. هاشم وقتی مردی زنش رو متهم به زنا میکنه خون تمام اهالی ده به جوش میاد. مردم ما نمیتونن همچین جرمی رو تحمل بکنن. باید واقعا یقین داشته باشی ها. بابا حقیقت رو میگه دیگه. حقیقتو من به شما میگم. علی آقا خودش، من به خودشم گفتم، مولا حسن در جریانه. تمام شهر کوپای آقا شما برو تو کوچه ببین مردم زنا چی میگن به هم. اگه اون خاله زنکا رو میگی که اونا اصلا نمیفهمن چی میگن، هر چی رو که میشنون تکرار میکنن. این که هیچ دروغی رو راست من خودم دیدم با هم دیگه پش میکردن. فقط لبخند زدیم همین. به همه لبخند میزنم. مثل خلکیولای محله. همه میدونم من نجیبم. بله میگن حامله ای. من حامله؟ پس ناماستم کنید خودتون ببینید. سریا دو مرد عاقل و بالغ به تو اتهام میزنن که اعمال و رفتارت دور از شونات زناشویی و مادری. آیا میتونی بیگناهی خودتو ثابت کنی؟ من ثابت کنم؟ چطور میتونم؟ اونا که به من تهمت میزنن باید ثابت کنن. وقتی مردی اتهام به زنش میزنه این وظیفه زنه که بیگناهی خودشو ثابت کنه. مسئولیت زنه که بیگناهی خودشو ثابت کنه. قانون شهر اینطور میگه. حتی در موردی که زنی از شوهرش شاکی باشه باز هم اثبات ادعا به عهده زن است. میفهمی؟ بله کاملا روشنه.
زنها همه تقصیر کنن، مردا بیگناه. درست. ببند دهن گشات دو. تو برو گم شو. بریم. ابراهیم، ما هم از بچگی میشناسیم. به من نمیتونی دروغ بگی؟ این یه نقشه است. این برای علی و اون دختر است که میخواد بگیرتش. نه، این درباره یک جرمه. یک جرم بزرگ. جرمی که مربوط میشه به یک شوهر، یک پدر، 2 پسر، تمامی ده و اصلا خود اسلام. این موضوع زن. حالا بذار برم به کارم برسم. چه خبره؟ ابراهیم ما رو فرستاده پیش شما بمونی. مردا رو جمع کرده میخوان جلسه بذارن. کی باشه؟ مولا حسن، علی، البته دوستای علی، 2 پسرای تو، سریا، مرتضی رمضانی. پدر من هر تصمیمی بگیرن چیزی نمیگه. همه مردا همینطورن که تا حالا از ما دفاع کردن. تا یادم میاد ندیدم کت خدا جز جریمه یا خدمت اجباری علیه کسی رأی داده باشه. این فخر میکنه. شما پشت بر استراحت کن. بیا یه ذره استراحت کن، من الان برمیگردم. تو چرا با چادر سیاه اومدی؟ ببخشی زهرا جون، منظوری نداشتم. میدونم به چی فکر میکنی. محکومش کردم. محکومه، مقصره، مقصر.
طرف ملا حسنه. اصلا انگشت شما میخواد. اصلا انگشت من میخواد؟ بله. بریم حالا زود باش. چه تصمیمی گرفتن؟ بد نیست. بگو به من. باید بریم از اینجا. کجا بریم؟ با چه وسیله؟ با چه پولی؟ دارن توی میدون ده سنگسارت میکنن تا یه ساعت دیگه. میفهمی؟ یالا. خواهر ایس برو با این هستم. ایس کجا داری میری؟ دست از سرمون وردار، ما داریم میریم از اینجا. هیچ جا نمیری. بالاخره کار خودشو کرد. از شهر من خلاص شد. میخوام اینو همیشه بندازی گردنت. گمش نکنی عزیزم. فهمیدی؟ اینم مال تو کتانی جون. مال مادرم بود. اونم از مادرش بهش رسیده بود. تو هم یه روزی انشالله میدی به دختر بزرگت. لابد بعد نوبت دخترامه. مواظبشون باش خاله جون. مواظب اونا باش. نگران نباش. وقتی بزرگ شدن همه چی رو بهشون بگو. یه جوری بگو که از مادرشون خجالت نکشن. سریا بهت قول میدم بهشون حقیقت رو بگم. به همه میگم. به همه دنیا میگم.
به بزرگیت قسم میدم مرا یاری کن. اگر این عملی که میخواهیم انجام بدهیم مطابق خواست توست، به من این نیرو رو بده که این کار رو تمام کنم. به من کمک کن که این کار را به درستی انجام بدم. اما اگر این کاری که داری میکنی مطابق خواست تو نیست، به من نشانی بده تا بتوانم از این کار جلوگیری کنم. میترسی؟ از مرگ نه، اما از مردن با سنگ دردش. مامان تو چرا باید بمیری؟ تو نگاه نکن پسرم، کاری به این کارا نداشته باش. تو باهاشون چیکار کردی؟ من کاری نکردم. پدرت میخواد از دست من خلاص شه. مرد باش احمق جون. به اینجا. رضا جون، بیا 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 بشین اینجا. هر چقدر دلت میخواد اینجا گریه کن. لالای لای لای گل پونه دلم از شب رکین خونه. لالای لای لای گل پسته چرا درها برود بسته. غریبه نیست تو رو دشمن، تو رو دشمن همین دوسته. اینجا پاشو. حساب تو با منه ها، کسی دیگه هم میخواد دارم ها. حرومزاده ها، خجالتم خوب چیزیه، شرم و حیاتون کجا رفته؟
ثریا منوچهری، پس از بررسی اتهامات و رعایت انصاف و اصول شرعی رأی به این داده شده که شما مجازات بشید و مجازات شما اعدام است. به خواسته اهالی کوهپایه و مطابق با قوانین شرعی شما همین امروز در این محل اعدام بشید. این زن حیثیت آبادی را به باد داده، باید کفاره گناهشو پس بده. فراموش نکنیم هر سنگی که پرت میکنیم حیثیت، جرافت از دست رفتمون را به خودمان برمیگردانیم. درود بر همه شما، سلام به همه آقایون و خارا. در شهر شنیدیم که بازار است امروز در ده با صفاتان. خدمت رسیدیم که باز کنیم سرگرم با بچه هاتان، که برون کنیم خستگی کار را از تان و بدان هاتان. این چیه ما کار داریم؟ برین گمشین. بریم بعد از نماز برای شما سرگرمی داریم، بیایید برای تماشا. دست محکوم رو بگیرین دنبال من بیاین. وقتش رسیده. چادر رو سرش بردار. من گریه نمی کنم. تو هم گریه نکن. دعا کن، با همه وجود دعا کن. خدا توی بهشت منتظرته. واسه امام دعا کن. بیا. ثریا منوچهری، اگر صحبتی داری که بخوای از دفاع خودت بگی الان وقتشه.
این آخرین فرصته. آخه شما چتون شده؟ انگار منو نمیشناسین. من سرایام. این همه به خونه هاتون اومدم. با هم همسفره بودیم، دوست بودیم. چطور دلتون راضی میشه این کارو بکنین؟ با همسایه‌تون، مادرتون، دخترتون، زنت. چطور روتون میشه؟ قانون خداست. گوشاتونو بگیرید مثل من. بسته دیگه، برین کنار. بسته. آقا مرتضی حرفی داری که بزنی؟ ابراهیم من چه حرفی دارم بزنم؟ من بخت برگشته. این دختر من نیست دیگه. من پدرش نیستم. من بعد به حضرت عباس تمومش کنیم بره. بس علی نسا رو بگی. نه تو رو خدا نکنی. برو کنار زن. برو کنار، مزاحم نشو. آخه این بچه‌های صغیر داره. من جاش وای نیستم. منو زنگزار کنی. ابراهیم منو زنگزار کن. زهرایی موضوع به تو مربوط نمیشه. برو کنار. ابراهیم تو رو خدا هر کاری میخوای میکنم. ابراهیم چه کار میتونی بکنی؟ ابراهیم ببرش بیرون.
یه سنگ دیگه بدین. خدایا به تو متوسل میشم، از گناه این دختر هرزه بگذر. ببخش. بابا این نشونه ی عدل الهیه آخه. مگه نمیبینین هرچی سنگ بهش میزنین نمیخوره؟ بفهمین. خانوادت رو رسوا کردی. ناراحت نباش آقا مرتضی، من خودم خدمتش میرسم. خدا قاتلا کثافتا. کثافت یکو. الله اکبر. الله لا اله الا الله محمد رسول الله. بزنیم پسرا، بزنیم به امان خدا. بزنش!
این جنده هنوز زنده است. سعی کنید شکر بذاریم خداوند قادر متعال را. لا اله الا الله. تمام شد. ابراهیم خدا خودش بهت رحم کنه برای کاری که امروز کردی.
رسیدی. They refused to let us bury her. We took her body and left it by the river. In the town, they were celebrating. That was yesterday. This morning, before dawn, I went back to the river and buried what dogs had left of her. یا الله اینجای شما آقا ماشین رو راش انداختم. ممنون. چه خبره؟ هیچی، دارم بیاد ماشینش رو ببره. نباید بزنیم بره. جرمی مرتکب نشده. یارو خبرنگاره، نویسنده است. هر قضیه که اینجاست باید بین خودم تو این 4 دیواری بمونه. بعد بریم ببینیم زفه بهش چی گفته. آماده باشین. شد برگشتی؟ مگه قرار نبود عروسی کنی؟ عروسی بی عروسی باباش اعدام کردم. حیف شد، خیلی خاطرشو میخواستم. پس اون همه داد قال سر چی بود؟ هیچی؟ شما منو داشتین شهادت رو دروغ بدم وسط میدان تکه تکه کردین سر هیچی. چی داری میگی هاشم؟ مشت ابراهیم منو ترساندن، گفتن بچه تا یتیم میکنیم، گفتن همش افترا، همش دروغ. اصلا ول کن مجد ابراهیم. چه اینجور نگاه میکنی؟ خودم دست تو کاره. این حقیقت نداره. شما دروغ گفتید به من. چرا دروغ گفتی؟ تو اینکه کت خدایی. این محاکمه هم تو اداره کردی. نباید بذاریم بره. زهرا خانم ما رو ببخشید که مزاحم وقت شما شده. به هیچ وجه. زهرا خانم یکم پرحرفه، خیلی هم خیال بافه، مگه نه ابراهیم؟ آره، گاهی نمیشه فهمید کی راست میگه کی دروغ. اینو دیگه بیات آقایون میذارم. آیا عجله شما دارین کجا میریم؟ تو کیف چی داری؟ ببخشید، باید حسابشو بدم. حسابتو دادی شما. ممنون. میگم بذارم شما اینجا برید. شما راجع به چی حرف میزنید؟
داشتو ضبط کردی؟ مال منه این نوار. اینجا همه چیز به همه کس مربوطه. اصلا هم به خارجی ها اجازه نمیدیم تو کار ماها دخالت. من خارجی نیستم. که بچه جوتی علیک اینطور شد. من میگم به اولین پست دولتی که رسیدم شکایت کنم. هر غلطی که دلت میخواد بکن. حالا برو. تو چی؟ نگران من نباش، هیچ کاری نمیتونم بکنم. دخترمو بزنم. زیاد گاز بده خفه میکنم. ابراهیم از چی میترسی؟ مگه خودت نگفتی حق به حقدار میرسه؟ خدا قربونش برم بزرگه. الله اکبر. از چی میترسی؟ مگه قرار نبود دهمون نمونه بشه توی کشور؟ حالا نمونه میشه تو همه دنیا. آره خبرش به گوش همه دنیا میرسه. آره خبرش به گوش همه دنیا میرسه.